ای خالق مهربانم، امروز در محضر تو دست به دعا برداشتم تا برای فرزندانم از تو یاری بخواهم. بارالله خوب می‌دانم که صاحب و مالک اول و آخر فرزندانم تنها تو هستی و آنان را به من امانت داده ای. خدایا به من بینشی عطا کن که هرگز نسبت به فرزندانم احساس وابستگی، مالکیت طلبی و سلطه‌گری نداشته باشم. ای پروردگار عزیزم، از تو می خواهم در پرورش، پرستاری و امانتداری از آنان یاریم دهی تا آنها را نیکو و شایسته تربیت کنم و در محضر تو سربلند باشم. ای خداوند خوبی ها، از تو می خواهم ایمان فرزندانم را نسبت به خودت قوی تر کنی تا مؤمن و نیکوکار، پرهیزگار و فرمانبردار تو باشند. به آنها بصیرتی عطا کن که خوبی را از بدی و ثواب را از گناه تشخیص دهند. بار خدایا فکر و ذهن روشن و خلاقی به آنها عطا کن و قدرت اراده و تلاش و جرأت و جسارت برای تحقق اهداف و آرزوهایشان به آنها ببخش. ای خالق بی همتایم، فرزندانم را در پناه خودت سعادتمند و ثروتمند و عاقبت به خیر گردان. خدایا من فرزندانم را تنها به دستان مهربان تو می سپارم و راضیم به رضای تو.